پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو هریره رضی الله عنه گفتند که کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه هست که به زبان سبوک است تلفظش، ثقیلتان فی المیزان، در ترازو وزنین است، حبیبتان الی الرحمن، به الله سبحانه و تعالی محبوب است. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. سبحان الله و بحمده این توحید است. الله تعالی پاک است از تمام صفاتها و آن وصفهایی که مشرکین و کافرها و منافقها الله تعالی را وصف کردند و تمام حمد و ستایش سزاوار الله سبحانه و تعالی هست. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. الله سبحانه و تعالی از تمام صفاتهای عیب و نقص و کمبودی پاک و منزه است و الله سبحانه و تعالی ذات عظیم است، بزرگ است. این توحید است. با این حدیثشان را، کتابشان را به آخر رسانیدند.